اینجا گیر افتادم، توی خونه قدیمی با یه عالمه اتاقای شبیه به هم. نمیدونم بار چندمه دارم تو اتاقای این خونه راه میرم. نمیدونم چند وقت اینجا. حتی یادم نمیاد چطوری اومدم تو این عمارت طلسم شده. تنها چیزی که یادمه یه تصویر عجیب و در همه، تصویر یه دختر با چشمای روشن که خیره به هم ایستاده. این عکس‌ها رو تو گرفتی؟ کیان اینا؟ عکس خودت هم هست؟ من شما رو میشناسم؟ شاید. چه فرقی میکنه حالا؟
آخه هیچ وقت هیچ کس نمیاد اینجا. درای اینجا همیشه بسته است. ببینم تو اینجا زندگی میکنی؟ آره، یعنی یه جورایی. نمیدونم. مال توه؟ نه، من تا حالا بهش دست نزدم. میشه تو هم بهش دست نزنی لطفاً؟ یه پسر بچه ندیدی این دور و برا؟ بچه؟ آره، یه پسر. یه پسر بچه اینجا چی کار میکنه آخه؟ یه عکس ازم میگیری؟ دوربینت خرابه. تنهایی نمیترسی تو این ساختمونه به این بزرگی؟ این مال توه؟ منو نگاه کن. منو نگاه کن. ببین میگم دوربینت خرابه. تو هم نیفتادی. ولی من هر روز از خودم عکس میگیرم. نگاه کن. اینا که هیچ کدوم تو نیستی. چرا؟ همشون عکس خودمه. اینجا چند تا اتاق داره؟ من نمیدونم، نشمردمشون. مگه اینجا زندگی نمی کنی؟ نرفتی همه اتاقاشو؟ پشت بوم خونه ما از این خرپشته ها داشت. پسر همسایمون همیشه با نردبون میرفت روش. میگفت از اونجا میتونه کل شهر رو ببینه. منم همش مسخره میکرد که میترسیدم نمیتونستم برم بالا. آخه واقعا خیلی میترسم. آخه واقعا هم ترس داشت. یه روز خونه تنها بودم. رفتم رو پشت بوم که برم رو خرپشته. ولی یکی از پله های نردبون شکست. افتادم. بعد از اون دیگه هم پشت بوم استادم. ولی ما که جفتمون بچه بودیم. وقتی خوابیدن میدیم تا بیداشت برمیگردیم. نمیشه میفهمن برمیگردیم دیگه. تو رو خدا بیا برگردیم. من خودمونم. بیا برگردیم. من شما رو میشناسم. شاید چه فرق میکنه حالا. اینجا رو ببین.
حالا یادت اومد؟ قرار بود سری برگردیم خونه مامان بابامون نفهمن اومدیم اینجا، ولی من میخواستم همه جای این خونه رو ببینم، همه اتاقاشو. ولی ما که جفتمون بچه بودیم. الان اینجا من مردم؟ نه کاملا، فقط چند دقیقه رفتی تو شش، تو کما. چرا چشتو وا نمی‌کنی؟ پاشو دیگه، چشتو باز کن. تو رو خدا چشتو باز کن. پاشو دیگه، شوخی نکن. پاشو زود باش، پاشو دیگه، پاشو بودو، پاشو دیگه، پاشو. نه کاملا، فقط چند دقیقه رفتی تو شوخی، تو کما. فقط چند دقیقه رفتی تو شوخی، تو کما. پاشو زود باش، پاشو دیگه، پاشو بودو، پاشو دیگه، پاشو. نمیخوای از این خواب بیدار شی، بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، از این خواب بیدار شی، بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، نمیخوای از این خواب بیدار شی، بیدار شو، بیدار شو. نمیدونم بیدار شدن از یه خواب چند ساله چجوریه. زمان انقدر مفهوم مزخرف و عجیبی برام پیدا کرده که دیگه هیچی رو نمیتونم درک کنم. فقط امیدوارم وقتی چشمامو باز میکنم، وقتی دوباره یه پسر بچه میشم، این سالای کشدار و تهوع رو فراموش کرده باشم. همه ساعتایی که فکر میکردم دارن میگذرن و عملا متوقف بوده. همه تصاویری که فکر میکردم دارم میبینم و یه خواب طولانی بودن.